برادر خوب هستی؟ زنده باشید. بخیر آمدی؟ زنده باش. از ایران آمدی؟ آره از ایران آمدم. کدام شهرش؟ خودت تهران. تهران؟ آره. چقدر وقت اونجا تیر کردی؟ من تقریبا 30 سال و نیم شد دیگه اونجا بودم. چند؟ 30 سال و نیم این دفعه خانواده رفتم. خب. آره. با چه قسم شما را؟ حالا ما که دیگه سرپرست یه 10 تا کارگر بودم. مثلا یه چند مدت میشد شرکت بر کار میکردم. خب. نزدیک 1 میلیارد ما رو ندادن دیگه. حالا ما دیگه ما مثلا اینجا زمانم که ندارم بپوشم بدم. همینجا رو بچه‌ها رو گرفتم آوردم رد مز نشیم دیگه ترسید. خاطر هم دیگه. خاطر خانواده ترسید. آره به خاطر خانواده آمدم. کسی این غذا اینو چیزی نمیشه. مثلا مشکلات اینجا هست که مثلا کار کردن کسی رو نمیدن، پول پیششون رو نمیدن، پولای بزرگا رو نمیدن. حالا مثلا کسی که میگه تو اردوگاه اینو چیز نمیشه، اون همش جمع کنون 1 میلیون نمیشه. هزینه کم. مثلا دردسر اینجا است که ما دو تا خانه پول پیش دادم، یک مال کارگر، یک برای خانواده. از جفتش 1000 تومان به ما کسی نداد. با خاطر این جنگ هم چند روز شده آمده؟ من اینجا امروز آمدم. امروز آمده؟ آره. سرشماره داشتم، سرشماره رو میگرفتن. مثلا ما ترسیدم گفتم رد مز میشم خانواده میمونه ایران. با خاطر همون آمدم. چند نفر خانواده دارین؟ 5 تا با خودم. خب. از چند سال تا چند سال هستن؟ یکیش 7 ساله است. یکی از 30 سال و نیمه. یکیش هم 2 ساله. در وضعیت چطور بودن؟ در بازار خونه شدن زیاد. در وضعیت که به هر حال وضعیت که دیگه هست دیگه. هر کشور به نفع خودش دیگه اذیت میکنه، بالاخره کرایه میگیره. خب اون آدم نمیتونه چیزی بگه کرایه زیاد گرفته مثلا اذیت کرده. شاید وظیفه‌ش بگیره. حالا مهم اینجا است که پولای ما رو ندادن. مثلا صاحب کار اصلا جواب ما رو ندادن. به خاطر گفتن این سرشماره داره میره افغانستان پولاش اینجا میمونه. حالا من فکر اینم که یه پاسپورت بگیرم. حالا برم میتونم پولامو بگیرم میرم همون دیگه. خداوند مهربان است ان شاء الله. حالا ببینیم چی میشه. از افغانستان از کدام ولایت است؟ ما فاریاب. از فاریاب هستی؟ بله. اونجا باز جای چیزی هست؟ نه چیزی که ندارم به خاطر راستش. یه مثلا یه خانه بود 6 تا برادر. یه 2 تا مثلا اتاق داشتن. نه دیگه ما اونا گرفتم ما هم نمیتونم برم بگم بغل شما بشینم. حالا برم ببینم خدا بزرگ چی میشه. پولای ما رو هم که ندادم. چه فکر میکنید افغانستان کار چیزی کدام کسب و هنر چیزی داره؟ افغانستان دیگه ما که دیگه علم ندارم کدام هنر داشته باشم. آدم علم داشته باشه هنر داشته باشه دیگه. حالا از امارات اسلام آدم خواهش میکنه یه شغل مثلا سنگینی هم که باشه آدم کار کنه تا شب یه لقمه نون در بیاره به خاطر زن و بچه‌ش همون دیگه. دوستان تاسو د دې ځوان خبرې واورېدې د فاریاب ولایت څخه ده او تاسو وکتل چې د ډېر سخته په تېرې سوې غټ فامیل ورسره دی چېرته چې کار کړی دی او هغه پیسې هم نه دي ورته ورکړي او تش لاس راغلي اوس دلته په اسلام قلعه کې په دې کمپ کې شته دي. نو انشاءالله چې دا خلک به خپل ولایتونو ته انتقالیږي، دوی کار ته ضرورت لري، کسب ته ضرورت لري، مصروفیت ته ضرورت لري تر څو وکولی شي خپله دغه لویه کورنۍ مخکې یوسي او په اوس لپاره ستاسو لاسنیوي او مرستې ته هم اړتیا لري. ډېره مننه.